چیکار کنیم تو؟ ما همیشه میخوایم که زیبا باشن، زیباتر شون. اما تو I love you. دیره منو نه. I love you تو بگو نه. بسیار از کسایی که فعلا در مقامای بالا هست بسیار سختی رسیدن و این بچه‌ای که پیسه دار هستن و درس نمیخوانن. میستورم چیزی که مواداش میپرتی دیگه. یک ما تو نیست. هستی چرا نیستی دیگه خدا باش پیش ما تو خدا اونجا نیست. پیش از رمضان همین رقم خیر برکت بود؟ نه. بود همین رقم؟ خیر برکت چی میگه که چه اتفاق نبود؟ یا نیست. راستی همون بچه که پیداش کردیم. های همی هوای پاک و صاف بارانی و همی ماه پرفیض و پربرکت رمضان. سلام، مانده نباشین روزداران عزیز. روزه و نماز تا قبول باشه. خدا کنه که ثانیه این ماه پرفیض و برکت استفاده خوب کرده باشه. امروز روز دوم ماه مبارک رمضان است. ماشم از امون گپه که من خبر دارم، شما هم خبر دارین یا ندارین؟ اینه دیگه به عید ما قدر نمانده، یک 28 روز به عید مانده. بیشتر که از این بچه گفتیم بسیار جالب است. یکم تا میگه که همین عمر کوتاه است. همین عمر هیچ کس نمیگه که خدا تا اینی سن و سال ما را عمر بده، اما همین روزای ماه مبارک رمضان یک رقم حساب میگیریم، یک رقم حساب میکنیم. دیگه وقت در قصهش نیستیم که عمر چی رقم تیر میشه و نمیشه، ولی همین روزای ماه مبارک رمضان خوبتر حساب میکنیم به خاطر از اینکه روزه میگیریم، به خاطر از اینکه صحت خوب است، جان جور است، بخیر هستی؟ چی گپ است؟ خیرتی ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ کجا روان هستی؟ بخیر. از مدرسه اومدیم، یک کمی سودا گرفتیم به پشه‌ای یکم. خب با پشه‌ای چی گرفتی؟ اونو طرف سعی کن. با پشه‌ای یکم تخم گرفتیم، رومی و روغن چیزا گرفتیم که برنج خالی خورده نمیشه. کجازی دیگه سوداش کجاست؟ تنها که روغن خو نمیشه. کلش دینی یک پاکت جای شده دیگه. یک پاکت جای شده. قربان صد مسافر هستی؟ مسافر از این بره. ها؟ مسافر هستی؟ از کدام ولایت مسافر هستی؟ دیگه از ولایت کابل هستیم، خلصولی قروار. خب بیشکت است. امسال مسافر هستی یا یک چند سال است؟ 3-4 سال میشه در این درس در این مدرسه هستیم. قربان صد مصروف درس هستی؟ مصروف درس هستیم. افطار خوش برات بخیر. بخیر زنده باش. تشکر. با عزت باش. یک کمک پیش سر برو. سلام لالا، خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ خیرتی ان شاء الله. شکر بخیر باشی. خوش دم از دیدن. بخیر باشی. روزه خو نگرفتی؟ گرفتیم سر. کم یازی. زیاد. چی کاروبار؟ کاروبار در کراچی سیم حافظ جان. چی داری در کراچی؟ کینو حافظ جان. خب کارکت میشه؟ شکر است، ناشکری نمیکنی. برو شکر که میشه. خوشکار نیست. سلام برادر. خیرتی ان شاء الله. کلگی جور است. یا نه که جور است. کلگی میبینید من همین شروع همین هنوز همین گپایی که در اول گزارش باید می‌داشتم هنوز هم مانده. خب مگر اگه چیزی گفتنی داره بگو. بخیر باشی. سلامت باشی. بخیر کار میکنی؟ بخیر ها دیگه. افطاری هم در بیرون است. والا گاهی در بیرون دیگه، گاهی در خانه دیگه نمیرسیم. سونو کوتال خانه است، رسیدگی نمیتونیم کوتال بیرون بار سگذاریم. خب اینجا افطار میکنیم باز تا خدا تراویح خودم میرسونیم. تراویح دیگه سردستی سر سرک باز چی میگن؟ نان در بیرون میخوری با دستک در خانه میخوری. دست دور با در خانه بخیر میخوریم دیگه. برو بخیر باشی. بخیر باشی. تشکر. بخیر باشی. چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. صحتت خوب است؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ شکر. کلگی خوب است؟ شکر. چی کاروبار میکنی؟ چقدر نام خدا شاهزاده چه یک پیران تو بانم مغرور پوشیدی؟ چیکار کنیم تو؟ ما همیشه میخوایم که زیبا باشن، زیباتر شون. اما تو خود زیبا هستی، بیخی زیباتر شدی. اینم یالا تو از من کلام زیباتر شدی. شمایت مقبول است شاهزاده. روزه خو میگیری؟ روزه میگیرم. سر روا شده؟ ها. خانه کجاست؟ خانه سرک اول میره شب میمون میشی. ها سرک اول کجا؟ سرک اول تایمنی. تایمنی. روزه خو نگرفتی؟ روزه؟ امروز؟
امروز نگرفته بود. برو خوش باش. برو خوش باش. با عزت باشید. برو قربان شم. خب ما معذرت میخوایم اگر گپای ما در اول گزارش امروز درست نبوده باشه به دلیل از اینکه زیاد رفیقا و دوستا حتی قبل از سلام علیکی هم محبت کردن. قربان محبت های از یا که اینمی رقم محبت میکنن ما هم چاق میشیم. به هر حال باش که بگویم ما کجا آمدیم امروز فرصت همی هم پیدا نشد که ما بگویم کجا آمدیم اما ترس نرشد. خب به هر حال ما یک چیز را باید یادآوری بکنیم که ما هیچ وقت به هیچ هموطن ما گفته نمیتونم که خودت پیش من نیا که مال گپ میزنم. من تا شروع گزارشم یک رقم نامنظم بود شما ببخشید. ما آمدیم به یک بخش دیگه از کابل امروز جایی که پروژه تایمنی نام داره. نام خدا رشاد براتون تصویر گرفته در تایمنی که میای یک تکه اروپاست دیگه. نام خدا خدر ساخت و سازم شده بلند منزلا و در پالویش هر سال ما یک بار به تایمنی میاییم. این باران بسیار مزه‌دار است. تر نمیکنم میده باران است ولی امروز عجب هوایی است. امروز ما خواستیم بیایم گزارش روزافزار ما را از تایمنی بر شما داشته باشیم. البته از پروژه تایمنی اینجا هم سرک دو است. کمک هوا هم ناوقتر شد منتها روز به روز کو طرف میره دیگه باز تایم افطار هم کم پیشتر میره. به هر حال تشکر از اینکه با ما هستین. حال دیگه شما یکی دو تصویر ببینین باز هستیم بخیر امروز در گزارش روزافزار در تایمنی. جور است جان جور است. کلگی خوب است. شکر که جور است. این حالا بگو که کلگی رو نوشم میبینه کامرام روشن کرد. بسیار دوست داشتم برنامه تا میبینم دیگه از اینجا تیر شدم گفتم باشه یک دفعه خدمت قربان سرت. زه هم تا سره دیر مینه لرم. I love you. دیر مننه. او I love you تو بگو نه؟ والا خو انگلیسی نمیفهم پشتو بگو I love you تو امروز همه I love you تو اینه گفتم کل گپ دینم یا I love you دوست نه؟ سلامت باشی زنده باشی. قربان سرت. میری بخیر طرف خانه؟ والا میرم طرف نماز میرم. طرف نماز میری. برو بخیر وقت به مسجد برسی. همین سن سالم که یک ذره یک بلند بود باز در رمضان ها آدم میره دیگه تو وقت در مسجد در اطرافا کسی یک چیز باز به ملا صاحب میارن افطاری. اینجا همون گپ هست. همون گپ هست اونجا ماشو. باز کسی که یک چند نفر میباشه بازور میگه تو بیا یک لقمه از این بگی افطار کو بازور ما افطار کردیم چی مزه میده. سبا اصلا ماه مبارک رمضان ماه مبارک است که هر غذا مزه داره. هم هر دوریز هم مزه دار از غذا. کیف میکنه آدم در رمضان غذا خوردن. خیر و برکت هم در رمضان. باز که گرنگش میسازه. سبا. از دعا یادت نرم. انشالله کل مسلمان‌ها دعا می‌کنیم برای گرفته دیگه میگم امی حفیظ جان خدا به می آرزوهاش برسه. به همکارای تو به همه گیشان. این یارو مون کار کرا. برو قربان. خوش خندان باشی موفق باشی بجای خند دوست. برامش متقب میگم متوجه باش. از تخار هستی؟ از تخار هستیم. کابل مهمان هستی؟ مهمان هستیم میاد نه کوچیده آمدیم. خب ما دیگه میاد از برنامه شما بسیار خوش هستیم که ما هر وقت میدیدیم تعقیب شما بودیم که کی به شما گیر کنم و ببینیم ما خوشحالم که حساب کنم. ای ما قربان چاوم که کوچیدی از اینجا در کابل. والا که تخار آمدیم اینجا. عالیه با من بگو که در تخار خانه رو زمین چیزی هست. از کل چیز است. راه زمین دکان همه چیز است. مگم تخار ما گفت نه کابل هم یک زندگی خوب کنیم که تا باز کابل هم ببینیم که چی است. چرا خبر نیست. ایده با من بگو کمی در این رمضان امسال کابل هستی یا چه رقم؟ در این رمضان در کابل هستم بخیر. پارسال در تخار بودی؟ پارسال در تخار بودیم امسال بخیر نصیب شد در اینجا افطاری ویکند سخن اینجا میکنیم بخیر. همونجا هم در وقت افطار هم تو جمع جوش بیروار داره؟ اینجا داخل. اونجا ما؟ بسیار بیا. خب افطار نزدیک است. حالی تخما همه خدره به خوردن میبرد. ما از تخار دکان فروش کردیم. از تخار دکان دکان داشتم. کاروبار عسل، روغن زغیر، روغن کنجد. مستقیم مرکز تایمنی نزدیک در سرک دو. وای در سرک دوستی؟ بله. خبرت هم میگیریم یک روز. حتما ان شاء الله متعهد هستم. ما برنامه شما زود تقدیم میکنم. امی پویسات نه پویس کار شما شناختین که می حفیظان است. واقعا دیگه. تخم وطنی اصلی است. بخیم اطراف قریجات.
رقم چی بتم چند تا بتم ببرن تو اندواری دیگه نه التباش نه اندواری دیگه نه دیگه بس ما جنگ نکنم پیسه ما شما ذات مشکل ما عادت ما بلد هستی نکن جنگ ما تو میخزم مفت نمیشه دانه چند هستی تخم وطنی این تا 11 رو تقریبا تمام میشه به خدمت 11 رو بله بله 13 میفروشم 14 میفروشم میخوام میفروشم قربان سرت یک کار که خدا کنه یک چند دانه ما تاج لکی ما ربط اینجا اون ما نفر داریم دست خود میبرد اما تر در جیب خود بگی نه قسمی دیگه چه هرچ دلتون میگی یک پلاستیک بگی حالا جا پلاستیک از کجا کنیم خی یالی مرغای دشتی حساب کنم یا مرغای دشتی زدن خورد اکام است نه فرق نمیکنه مرغاش چند دانه شد ها مرغایشم خورد خب در خیر هم تو وطنی میبره پلاستیک دیگه حالی دکان میبره کجاست چند دانه شد 10 دانه برو امیر گمش کو یک 10 دانه دیگه بگی که باز خانه تعداد زیاده کیفیت از این خبر بگیره باز بو برکت از خیرت تا موتا بگی پلاستیک بگی خیلی نه از کدوم دیگه است نه بان خیر است بگی چند دانه شد 5 بابا چی بیشتر میگیره خیر پروا نداره چی مشکل است 10 دقیقه رایی مفته و بده این کیفیت داره خانه خسری 9 دانه شد اینه میاره ببر داخل موتر اینه میاره داخل پیسام تو میتی یا من به تو قربان بخیر باشید بگی عکسام بگی یک دقیقه صبر کن یک دقیقه که تو چی گفتی؟ برای زردی، برای گلوندردی، برای چربی خون، برای چربی جگر، برای مرغ، مولی سفید دانه 10 روپیه و 5 روپیه. در کجاست مولی؟ اون شما اونجا مونده. موجه است. از موجه باشی که من بیام پیشه. بیا. موجه باشی که من بیام. بیا دیگه. برای زردی، برای گلوندردی، برای چربی خون، برای چربی جگر. میایم قربان سرت. قربان سرت. اینی بیادر حالا یک دقیقه صبر کن که زاید احمر از در برنامه صبح زندگی لایف که عکسش انداخته بودی چهارراه تایمانی بشک خواه دیگه گپایش باشه تو باش تو این همون زاید احمد هست که یک روز امرای پدرش سر خوردیم تبریکی هم دادیم در چهارراهی سابقه تایمنی آره نام خدا زاید احمد اینه جوان شده نو جوان شده الحمدلله بخیر تاریخ 24 بود یک سالم میشه بشک نام خدا بچم سلام سلام بده سلام خوب هستی سلام بچه خوب هستی آی نام خدا تو هم روزه میگیری روزه چی میری ما داغا بلی یک رقم تو باش تو که ما اینه باش تو که اون وقت ندیده بودیمش نه دیگه حالا خودش دیدیم دیگه اینه ایران بگی دیگه آی نام خدا نمیگیرم بخیر باشی این اول بود نه اینه مو اولی است یکی از گل است خدا بخیر باشه بریم تاریخ تیار برو که افطاری را وقت نشه سر برو بخیر باشید با عزت باشید بسیار تشکر خب او بدر یک دقیقه صبر کنیم پیسه را بتیم که نه مثلا پیسه نیست ما ایستش ما خیال گپ بزنیم ما را میشه با نیست بزنن دیگه با خدا خفه میشم ما گپ گردنت بسته کنه استخار ما برنامه شما تقدیم نه قربان سرت نه ایره برش بگی ایره بگی عاجل اونا باز قربان سرت با عزت باش خب پیسه از بیادر بده که ما میگه پای لالا را بگیریم که باز ما دیگه کار داریم صحت خوبه سلام علیکم جان خوب هستین خیرتی صحت خوب است بخیر سلامت زنده باشید نام تو نگو با مصطفی هستم محمد مصطفی افضلی مصطفی جان گل بله چطور بود بیادر روز تو والا خوب روز است با قدرت خدا خوب یک ماه پر برکت یک ماه است که بیادر همگی ان شاء الله که دستش به کسی دراز نمیشه یک ماه بسیار پر برکتی است خدا کمت نکنه و هوام سرد است که تو را آدم نمیشه هوام هوای جانانه است خب با هوای جانانه سر چیز کاروبار است یا برآمده پشت سر والا برآمدم اینجا دیدم تزموجم ما خداوند مرا یک سیگانگی دادم و تفلکای سیگانگی ما زیاد دارم میبینم در تلویزیون میبینن نام خدا 5 ساله شدن 5 و نیم ساله دیگه اونمو که میبینن دال والا از اون جدیدم تا اومدم گفتم باش که والا ما را
تلفن ما هم دادیم که در ریکارد بگیره که باز ما را نشان بده. گفت پدر هر وقت در تایمنی آمد افی جان حتما که چک مصاحبه کنیم. نامکایشان محمد سبحان، محمد برهان، دخترک مایت نام داره. ما هم یک برهان داریم. نه بچه ما هم یک برهان داریم. خاص به خاطر از این برهان ها بسیار از لحاظ فکری بسیار چی بسیار نام خدا تا یک بچه هوشیار آور ندم قاط کلش همون نام خدا بسیار تایید بچه‌ها. سرفراز باشین. افطار خوش. بیا که بریم افی جان، بیا با خدا نان، بیا که دم کارا میریم با خدا. اینا بسیار خوش شدیم. بیا خدا تلفن خدا این تلفن یکم پیشتر برو. این تلفن هم اینجاست. این بیخی بر عرصه شان باید. بخیر باشید، خوش باشید. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بگید سلام. خب از تلویزیون دیدم از کنر. از کنر؟ تو در کنر در کابل هستی؟ اینجا کار میکنی. اینجا کار میکنی؟ ولی در کنر مگم کار نیست؟ من خود در کنر هم رفتم نام خدا. چی یک بازار داره در کنر نه؟ داره. ولی یک چیز نمیشه. خب مزهش نیست. در رمضان از کابل خرما خرج خوب میشه. خب خرما را خوب مردم میخرن. اینجا بعد تو خوبش است دیگه. اینجا خوبش است. در اونجا نمیشه. از اونجا کمتر میخره مردم، اینجا زیاد میخره. خب اینجا زیاد میخره. اینجا فایده میکنه. اینجا مردم پیسه دار است، از اینجا کمتر مردم کابل. او بدر باشه یک چیز دیگه را بگویم. در کنر ما رفتیم چقدر چوب ایمان است. اونو مردم کار چوب هم میکنن نه؟ او هم پیسه دار هستن. چوب دولتی است، چوب شخصی نیست. از دولت است. چی است؟ خب یک تکه تجارای چوب در کنن از میگنه. خب برو مقصد کنی با تو شود گال تو در کابل. خیر باشه بیادر. قربان سرت دیدم. خوش باشه. عزت باشید. بسیار تشکر. ما پارسال همون رو بگید تیزی که خلاص شد. صحیح. قربان سرت. بسیار تشکر. دوستا و رفیقا از هر جای صدا میکنن که اینجا ما منتظر هستیم. خب من میرم. یک خاطره که ما پارسال دارم این از این قسمت که اینجا یک دیگ بار کرده بودن. در اینمی قسمت ما یک دیگ بوده اینجا دیگه کاسه کرده بودن و همین خاطرات ما از یک سال بعد دیگه سال که میایم همین خاطرات بازی آدم می جگرخون میشه. میفهمید چرا؟ به خاطر از اینکه همین عمر ما چرا کم تیر شده. او بیادر همین عمر هم چرا کم زود تیر میشه. اینی چیزا آدم یک ذره به هر حال. خب بیا بخیر که اینم اینجا جان. میگیرم. سلام خوب هستی؟ بخیر هستی؟ اینمی رفیق بسیار شاهزاده است. جان جور است؟ بخیر هستی؟ تو پس استاش یک ذره خلقی خوب است؟ نام چیست؟ نام محمد رومال جان گل. با ما اینمی را بگو که چقدر پکورا را سودا کردی؟ امروز شکر خوب بود. یک 18 سر بس سودا کردم. 18 سر؟ وای مقبولی داری، نام خدا قد داری. مکتب هم میخونی نه؟ شکر. هم کار میکنی هم مکتب میخونی. بیشکت است. من آدمای زحمتکش دوست دارم. بیشکت است. خیر باش. 18 سر بعد از این نمیشه. او در روغن کار داره، گاز کار داره، او دیگه چیزا کار داره. متر از نه. خب من تا بعد تو پیسه خوب میمونه. الله شکر است. ها دیگه. قربان سرت. خیر بخیر باشید. بسیار تشکر. با عزت باشید. خیر ببینیم. خب چند دقیقه با آذان مانده. آذان داده؟ وی او بدر هیچ صدا نمده. من صدا را نشنیدم. حالا چی بخوریم ما؟ چی هست اینجا؟ تو بیانه چی داری در توگری بیار. بان اینجا خوب هستی؟ جور هستی؟ تو بگی از اونجا بته که خیلی باران ایده تر کرد. ایده در خانه پخته کردی؟ دانه چنده؟ کدو هستی گندنه. کدو گندنه؟ ای چی هست؟ کدو هست؟ باش که ما افطار نکردیم. شما افطار کردی؟ قربان سرت با عزت باشی. بخیر باشی. بسیار تشکر. خیر ببینی. چی پخته کرده شما؟ مدعی سیر نمیکنم. چی پخته کرده؟ این آمدم. بگی خورما بگی که یک افطار کنیم.
صدقه پروردگار شم چه خوب یک لحظه است نه این میده باران و وقت افطار میکنی یک لقمه میخورید باور بکنین که چی رقمی مزه میده در 11 ماه می رقم مزه میده باشه این مزه را در 11 ماه باور بکنین نیست اینقدر مزه میده یعنی من نمیفهم چه قسم براتون بگویم کسایی که میل از افطار کردین روزتان قبول باشه کسایی که روزه دارین ببخشین که اگر دلتان رحم میشه در وطن نیستین به یاد افطاری هایی که در وطن کردین مفتین یادتان بخیر باشه یاد کلتان بخیر باشه به هر حالش یعنی بسیار یک وقت لذت بخش است بعضی دوستا تقاضا کرده بودن که در اون وقت که ملا اذان داد چقدر خوب است که برای ما تصویر داشته باشین از همین خوردن اینه براتون تصویر چند دقیقه به افطار میمونه اینجا چقدر بیروبار میباشه بیروبار بود چند دقیقه پیشتر اما حال یک رقم فضا آرام شده آرام تو بیا کمی لالای سفروش پارسال ما و تو عده کده بودیم اما نتانستیم ببینیم نه به خدا یک سال تیر شد او بچه امی چشم پت کنی واز کنی یک سال امی رقم تیر شد به نظرم ها خواه این بخطر نشدیم او بچه سیادت خوبه؟ جانا که جور است؟ بخیر هستی؟ مگم نسبت به پارسال نام خدا یک ذره یک وزن هم گرفتی وزن گرفتیم اما تو نیست؟ مچم دیگه اینم هم تو که چیره کرده بودم یک ذره یعنی اونو بچه ذره چاق شده مگه خب اینا رو ندیده بودم خودت دیدیم لاغر هستی والا من لاغر بودم لاغر هستم اونو بیادر از صبح بته بچه سرکاری نامت یادم رفته نام رشاد است رشاد جان اما تو دم جویان بته صبح هم بته رشاد جان کارا خوبه شکر خوب است دیگه تقریبا اینجا از پدرم زیاد وقت میشه چند سال است که صبح اینجا 25 سال میشه جای ما من گفتم که اون آدمی که کتما میباشه گفت این کس ایلالایی که سوپ مفروشه بسیار زیاد سابقه دار است حالا چیز میزه جور کردی نکردی از این سوپ والا نه من پدر میکار سابق میکنم من مصروف درس تحصیلی گپایم هستم دیگه مار سپورت میکنه درس میخوانم شکر چی میخوانی دیگه فعلا در لیسه امونیستم سال آخر مکتب است در بخش انگلیسی دیپلوما ان انگلیش لنگویج نام خدا ان شاء الله که در پشت کراچی سوپ دیگه نباشی ان شاء الله بسیار از کسایی که فعلا در مقامای بالا هست بسیار سختی هستن و این بچه‌ای که پیسه دار هستن و درس نمیخوانن ما خودم تجربه داریم دیدیم باور بکو دیش اومد گزارش یک جای امرای لالای ما ششتم قصه کردیم نه یادت است رشاد بله که نام تو هم رشاد است نه بله نام ما او رشاد گفتم رشاد بود دیش ما یک جای قصه کردیم نفر گفت که 4 لیسانس دارم و رفیق دیگه ما 2 لیسانس داشت مگم ما که دیدم بسیار جگر ما خون شد گفتم چطور 2 لیسانس 4 لیسانس ولی بان هم یک جای کار شاقه کنی مزه نمیده خب بعض اشخاص هست که سند دارم مگه من استعدادش نداره قسم هم یک گپ هست من بعض کسایی است که سند نداره استعدادش بالاتر از کسایی است که سند دارن نام خدا ان شاء الله که یک روز اینجا نباشی فکر میکنم اون خواهرام پشت سوپ آمدم من رفتم با امان خدا شکر که جور هستی همچنان بخیر چی اشتیا دارین مشتریای طبیعی و نمو با ما کل چیز هست بخیر باشی بسیار تشکر هی اینا اینی هم فضا و هوای تیمنی ما نمازم نخواندیم سلام خوبی صد خوب است جان جور است الحمدلله افطار کردی بخیر بخیر نمیدونم افطار کردم خوش هستی شکر است الحمدلله چیز میز شد شکر است میشه این بیادرک خوردم است خب چند تا بیادر داری ما 5 بیادر هستیم دیگه 4 تا خورده ایم خب چی آورده بودی شورنخود پاکستانی شورنخود پاکستانی بیشک همون که چوله میگن ها بله چوله است چوله پاکستانی بیشک تصویر تو باشه نزدیک چوله سوپر است سوپر است ها دل جمع دیگه چی داره در بینش این بسیار مساله پاکستانی داره دیگه شورنخود است نخود است دیگه مساله است کلا مساله است و مواد است و پیاز است رومی است و چیزی که این مواداش میپرتی دیگه یک ما تو نیست هستی چرا نیستی دیگه خدا باش پیش ما تو خدا اونجا نیستی نه دیگه کل چیز است یکم تا میگم یک چیز دیگه است که همین در زندگی تنهایی هم نمیشه که مثلا یک رشته را باید بخونی و اگر میشه که مثلا اونجا شوق و ذوق نداشته باشی در درس و تعلیم
کافی است هنر یک کار داشته. بله 100% هنر که هست. یار هر هنر خود یک وقت دیگه به کار می از خود جای داره دیگه. این حال اگر تو همین هنر نداشته باشی همین جور نکنی خود نمیشه. این ماه رمضان است پیش از این کار میکردم این ماه رمضان میفهمیدم بیکار میموندم همین کار شروع کردم تا عقل بخورم. باز روز چقدر نخود سودا میکنی؟ امروز روز اولم است دیگه امروز یک سر بار کردیم دیگه چیزی نمونده دیگه. چقدر شد؟ حساب نکردیم شب باز بخیر یا خانه دیگه. از کدام رو خانه میری؟ والا 1000 رای که بگوییم من میرم دیگه مشکل نیست رای شاگرد نشان میدم. های دیگه فعلا دیگه با شاگرد هستم. همین شاگرد تک بخشی میدم. صحیح تو باش اول نامش پرسون نام چیست؟ فضل الله. چی؟ فضل الله. فضل الله. آفرین. حال تو مکتب میخونی؟ حال تو شاگرد تنبل هستی یا لایق؟ ها؟ نه در کار یا در مکتب؟ در مکتب. در دوش لایق هستی یا نه؟ نه. در اینجا باز مشتری ها رو صدا میکنی که بیایی با؟ خونو کام خوردم اگر باز؟ والا خوب خونو خوردم. هوا تغییر کرد اگر نه کل ما کدو واس. بار اومد اگر نه واسکت کلی چیز پوشیده بود. من امیر دوست دارم یک بخششی میتونم صحیح است؟ اینا ایشه بگی تو ما ایشه تو بگی ما ایشم تو بگی به خاطر که امی آدم های زحمت کش ما دوست دارم. قربانت خدا دوستت داشته باشه. قربان سرت این آنم که میخوری بسیار مزه میده. عزت باشه بفرمایید. قربان ما بخیر باشه خدا کم نکنه. بسیار تشکر. خوب هستی؟ چیز بخوردن و ما مانده؟ ها؟ کلگی نه خود میخوره. او بدر یک دانه مانده؟ ها؟ حال دمه قدر چی هم یک دانه پکر مانده؟ نه بیا قربان سرت. او در یک کاسه چند نفر است او بدر؟ میگن که والا رمضان اینی رقم یا اونو رقم. شما خوب هستید؟ خوب هستید. خیرتی است. تو بر که اول همین لقمه را بگیرم بلند کو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. قربان سرت خوبه؟ بسیار تشکر از تو. با عزت باشی. همچنان. این سوپ هم باز شما بخوری. تو باش که ما یک لقمه اینجا بگیریم که او بدر هر چیز است گوشت است نخود است کچالو نامش نگفتی. گدوات. ها؟ گدوات. من زندگی ها میخوای گدوات از بان کجا بخورن ما بس من یک لقمه بس. عبدی جان بیا پیش بشی لولو. قربان سرت. اینال قربان سرت با ما یک چیز بگوین خب پیش از رمضان امیر رقم خیر و برکت بود؟ نه خیر برکت چی میگه که اتفاق نبود. حالا برکت رمضان کلگی به اتفاق به اتحاد یک جای یک دسترخوان. این نان مزهش بالاتر از اون نانای شاهی است. 100%. همطور است نه؟ هم مزه میته بیشتر یک لقمه بولانی گرفتم گفتم در 11 ماه بولانی خوردیم مزه نداد یعنی میال که یک لقمه بخوریم مزه میته. 100%. صحیح است که گوش نمیشیم توش نمیشیم ولی گپای دهی ما هست که گپا رو نباید خورد ریزه بگیریم. همطور است نه؟ بله کلگی کاریگر است دیگه مانده و کوفته نان نوشی جان کدین برای ما تو این حالا بگو تو چی گفتی بلند بگو صدا گفتم خلطه فروش بادرنگ فروش کلش همیشه اما تو نام خدا چقدر سر حال هستن مگه معلوم نمیشه تو معلوم نمیشه یک روزه گرفته باشن استناد میکنن نام خدا که میگی شیر گوادت بکس میخورن بیشکتان است بلند کنین دستایتان خدا خیر برکت زیاد کنه با عزت باشین سر بلند باشین خدا قبطتان که جمع کردن نتونین همیشه جمعتان جمع باشم قربان دیگه شریکی کردین یا که یک نفر والا دیگه ما مسخی بود خدا یارش میشه نخود آورده بود در کاسه میشه توزیع کرد زدیم خب خیلی ببینم و اینجا آورده بود بام دیگه یک ذره شروع از خانه آوردیم خب کاتش مکس کردین کاتش مکس خدا زیاد کنه با عزت باشین بسیار تشکر همینجا همون طرف یک سیر کنین همین دوستایتان هم یک بلند کنین بابا چه کدام چیز رسیدت یا نه؟ ها؟ نخوردی چیزه؟ اینجا لایت است واسه این هم میبینم این رقم لب و ریش سر ما قدر خدا زیاد زرد سرخ نگردم ما هم چیز نخوردیم اینجا خدا هر چیزی که داد میخوریم ها؟ ماهی میخوری خب میبریم ماهی خوردن هم اینجا هم گپای داریم خب اون طرف هم گپای ما مانده اما ما هر سال که تایمنی بیایم لالای ماهی فروش خبرش میگیریم بیاییم که بابا ما ناوقت رسیده خوب هستین؟ صد خوب است خیر است جان جور است فضل خدا صحتمند هستین
کلگی جور؟ 100 من. بده کلگی نرفته باشه خانه؟ نه خیلی دیگه میال تازه وقت افطار است نان تیار است. هستن. شیما دوست ما داره یا نه؟ بسیار زیاد جان جور است. معلوم میشه که دیگه خوب چرب زدی ما ایرام در سرش یک گلاس چای هم گرفتی. والا می تازه نو افطار کردیم ما بخوره. 100 من هستیم. صحیح پخته کارم کردی یا نه؟ والا کار خو میکنیم. این خو چی است میگه تا کمی جان در تن جان بکنه است. والا یعنی چقدر کار کنی؟ والا آدم هم کار کنه که بعد از یعنی روزش بچله کرده. یک چیز پیدا شد. یک چیز پیدا شد که میبینی که دنیا همین سراسر دنیا جنگ و دعوا یک از کلش به خاطر این پول است. بیا که السلام علیکم و رحمت الله. ما را گفتم شما شروع کنیم. ما میرسانم. خدا واسطت خوب است. بخیر هستی جان جور؟ بخیر هستی؟ کلگی خوب است ان شاء الله. آدم مگم جوان موندی. زنده باشی. نگفتی یک از دل ما را نفر تو ها؟ ان شاء الله صحتمند. کلگی خوب است ان شاء الله. بخیر هستی؟ برنامه همه چیز بخیر میگذره. بخیر. هر سال که تو کامرا میبینم نامت هم یادم رفته والا. نام سید قاسم. سید قاسم فکر میکنم که یک 15 سال است میشستی. نه جافتر میشه. 24 سال میشه. این 23 24 سال من یادم رفته بود. اگر نه هر سال که من پرسان میکنم. ها زنده باشین. غیبا پارسال هم اومده بودین تشریف آورده بودین. اما تو یک گپ هست. خدا کل ما شما را جور داشته باشه که هر رمضان بیا عبادت کنیم که این رقم پس نمانیم. هزار کرد چرا از پارسال تا به امسال چی شده؟ کیا هست کیا نیست؟ راستی همون بچه که پیدایش کردیم. بخیر هستی جان جور است. بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ شکر بخیر. آدم تو خبر داری که این مسئله چشمای تو کل دنیا را شور داده؟ والا نه خبر ندارم. تو خبر نداری؟ در تیک تاک تو سی، در اینستاگرام تو سی، هر جایی که ما میرم گفت بدر اون بچه که چشمایش مقبول بود در کجای تایوانی است که ما بریم یک رقم کنیم که چشمای زیرا بخره. والا دیگه مال مفروشیام. نه دیگه سعی کنم خیره. خب سعی کنم. اینه من خیشم بگو صحیح. من خیشم صحیح است. اگه نه همیشه پیسه میگیره. همیشه اگه نه همیام او آدم نمان که مفت ببینه نمیره. والا دیگه خیر رایگان باشه رایگان باشه. نام چی آورد؟ جاوید. خب از پارسال تا به امسال جاوید جان گل ما فکر ازش گپ زدیم. این بچه بسیار بچه سنگین است. به هر حال خوش باشین. شکر که دیدمتان. چه تغییر آمده این ایران خود دیدم است. کیا هست کیا نیست. میخورم حالا. بچهای پارسال کلش هست. کلش هست؟ در بالا نان میخورن. اصل جمع در بالا. کجا ما را میبردی که در کاسه دست من انداختین؟ حالا میون نان میخورن؟ بالا نان. پخته کردن؟ برنج امروز برنج کرده بود که گوشت مرغ. یا اینی بیادرها مشتری هستن؟ یا مشتری. به شک والا سلام علیکم. دکان خیشا گفت آمدین دیگه. والا ما تک اشیای ما شد گفتیم بیایم یک ماهی بخوریم. از کجای کابل آمدید؟ از سلاودین سریال. نام تا چه؟ نام فیصل است. نام خالد. حسیب. چطور که با فکرم شما را نه من بالا نمیشینم. چطور که شما در خانه نیستین؟ سوال است او بیادر نه؟ اگر نه مرا خوب میگن که در خانه این من سال 4 از نیستم دفتر. ما دیگه هم تو دکان بودیم. بازشچای ماهی آمد. گفتیم بیا هوام بارانی است. گفتیم بیا بریم یک ماهی خوردن. هوا مشقی؟ دیگه. از همون از راه دکان آمدیم اون طرف ماهی خوردن. شک از این معلوم میشه کاروبار خوب بوده که آمدن ماهی خوردن. الهی شکر. خدا ماهیشان تاپ است، ماهیشان مزه‌دار است که ما از اونجا تا اینجا رو میایم زحمت میکشیم تا اینجا میایم. اما تو ماهی در کل کابل کس نمید. نه دقیق شک نداره. در ماهی در کل کابل همین رقم ماهی نیست. نه. ما که خوردیم. کارشان پاک صفا است، کارشان خوب است، ما تا اینجا میایم. اگه نه خود ماهی پزیام زیاد است، نفرم زیاد است. ما تا اینجا میایم دیگه. بسیار خوش شدم از دیدنتان. اشتهای خوب. من نمیگم که روزه گرفتیتان یا نگرفتیتان. بیادر تو رو گرمی ها را مردم تیر کرده. حالا خود اگه نباید تشنام شیم نباید گوشنام شیم. نه تشنام میشیم نه گوشنام. همین سوال ما هیچ به می فضا نمیخوانه. من هیچ پرسان نکردم. نه دی فضا هوای سرد است دیگه. روزام کوتاه است دیگه. روزش فهمیدن نمیشه برای ما دیگه. بخیر باشه. خدا کمر نکنه. کجا رفتی؟ دور چرا استاد شدی؟ در نزدیک والی اول. قربان. خب اینا نمونه برنج آوردی دیگه. بچه‌ها بالا نان میخورن. ما فقط منتظر تو بودیم دیگه. کمی تو بیای. تو در جای پرت خدا. نه من امروز جنجال ما زیاد است. امروز بوتایم بندار از جنجال ما زیاد است. ما باید برم. میکشیم موجه که اینجا نشینی نان بهم دل جمع نفریج بسیار گپای دیگه جنگم چیزای دیگه میارم
اینجا نان با میشای صاحب بخون. یه امروز برو بان ماموتی. نه اینجا مشترکاً نان میخوریم امروز. همونجا بالا شو از خیری. بسم الله. سلام علیکم مهمان خوش آمدم مهمان کجا هستی تو آدم این درکات نیست خوب هستی خیرتی هستی خجور جلبی رسیدیم نه باش که بعد تو دیدم که این خجور جلبی را ندارم نمیشه خوب هستی خدا بسیار تشکر. کجا بودیم؟ نماز میخواندم جا خدا قبول کن. بخیر باشید. گرفتی یا گرفتی؟ نه خوب است حالا فعلا خوب است. خنده عظیم اگر الهی من میگم هیچ وقت گم نشه. چه خنده‌ایه. هیچ هم رمضان و غیر رمضان و تا بالا که شای خنده ازیت. همین خنده دی همیشه است. میشه که تازه. جان قربان سرت. با عزت باشی تو از کار نمیمونه والا چی برنج و مزه داره. تصویر شده. خجور آوردن. پروگرام تون خبر نبودیم مگه نه خوب یا قبولی برد. نه دیگه گپا را نظر اینمی بالاتر از قابلی است. ایران میموندی. با او بدرم یاله تو مزه میتکی خدا. سایت برنج که نام خدا گپ میزنه کرد. دانه داره. کامیاب دست آقا سوی خوب داره. آه گموشی میمان دیگه گموش شو بس. یک سال دیگه سال ببینیمش دروازه دیگه. ما این جای داره بر چشمای ما قربان سر هستی بزرگی میکنی. اینا حفیظ جان ما نه تنها کلگی نم تو 2000 حفیظ جانم. سعی کو مایره سعی کو گیره خاص برای ما انداخت ما سیرم کرده میگم نمیخوره میگه هر رقم که میشه نمیره بخورین. اگه خوردین هم بخورین اگه نخوردین. یک چیزی که با محبت به کی میبخشه این مزهش 4 چند میشه 10 چند میشه. دیگه شک نداریم. قربان محبت های این بیادرام که اینجا میمان بودن بسیار خوش شدیم از دیدن شما. خیلی سرفراز باشه. بخیر باشی. والا زیاد صفات میدیدیم میفتیم یک روز شب که فهمید خودت از نزدیک ببینیم دیگه همون موقع مصاحب شد فهمیدین خودت از نزدیک دیدیم که در کنارتون چند بچه خوب هستی آدم خوب هستی همیشه جور آرام باشی. خودتان خوب هستی. بخیر باشی. خوش باشین. بسیار زیاد تشکر. نباشی خیلی خوش کاملین. قربان سرت. اونم تو یک تصویر باز از نزدیک چشما ازی را داشته باشی. امسال هم یک عالم گپ شو سر. خودم میترسیم کدام گپ دیگه نشد نبیایم. پشتش نبیای یک نفر. والا چی بگیم دیگه کاملم دیگه. شکام نیست. نه کاملم دیگه ما. خیره کامل. پیاز البته میخوایی هم تو. نه. توی کردی؟ تصویر بگی برو. توی نکردیم نه. توی نکردی؟ این هنوز خوب. بلند کنه این دستای تو نه. بلند کنه که دیگه من میگم با برکت این ماه مبارک رمضان دیگه بس حال بیایم که بخیر دیگه یک دانه میمان نوام خانه شده آمده. کته از این چشمای مقبول. زحمت تنها بخشید. تشکر از ما اینجا تشکر. قربان سرت. با عزت باشه. بیا کم پشت سر بیا. بابا باران تیز شد. بسیار زیاد. ما اینجا خالی همسایت بودیم بیادر. خب بسیار خوب. نام تو نگفتی؟ سجاد علی. سجاد علی. بله. مسئول سوپرمارکت نصر سجاد. نصر سجاد. نام خدا در سوپرمارکت دیگه تو کدام چیزی هست که نباشه؟ نه دیگه نه همه چیز هست فضل خدا. همه چیز داریم ما. شیر مرغ جان آده؟ کل چیز ولی این تو چیز باید نیست که نتو نباشه. همه چیز هست دیگه فضل خدا. قربان سر. دیگه سرک دوی پروژه تایمانی هستیم. دیگه همه چیز هست بیادر. بخیر باشی باش بیادر که دقیقا مرام خونه گرفتم. جاکت ماکت یار. باران تیز شده. قربان سرت. افطار کردی؟ افطار کردیم بله. افطار کردیم. خودتون افطار کردیم؟ با عزت باشی، سربلند باشی، همه چیز بود پیش قاسم جان بودیم. کمان موزیک ساجد بود نگن چه دیگه سر خود گرفتک. باز دیگه پس برآمدیم خودت دیدیم. عظیم ما بگو که دو روز چرا کم تیر شد. بسیار خوبه. بسیار خوب. بسیار خوب. تشنه خوب کرده. نه والا دیگه روزام کوتاست. دیگه بیادر مصروف اومدیم ما یک ذره. دمی دو روز خو نفهمیدیم دیگه. قربان سر. از شما سوپرمارکت از نام خدا در تایمانی هم اینقدر سوپرمارکت زیاد است. بسیار زیاد از ما دیگه هم در فروشی است. ولی نتیجه خوب داده. خوب نام خدا راضی است مشتریان ما رو الحمدلله شکر ما رو از مشتریان راضی هستیم. بسیار زیاد تا امکانات آخره همکاری میکنیم که چیز درست‌تر بیاریم. همه چیز ما فضل خدا درست است.
الهی شکر. چیز دوم بدل هیچ چیز ما دیگه تا نمیکنیم. مردم از شما راضی باشه خود دیگه کل گپال از دیگه. بسیار دیگه مردم دیگه در نظر خود ما راضی هستند دیگه معلوم نیست. در پستر معلوم نیست که چرا خوبه. شوخی کنم. اوکی افطار کردی تبت خوش شود. قربانت. میگم کی میگه دوم اتر شد. ایگه پس. نه خب باز بعض مشتریا شوخی میکنن که برشان معلوم است باز میفهمن. نه دیگه. اگر سوپرمارکت نچله همه قدر مال آورده میتونی؟ نه خیر نه. میشه که یک چیز اعتماد مردم بعد است. شوخی کردم مقصد. قربانتان زنده و سلامت باشید. شوخی را بابا. قربانت. اگر گپ داری بر مردم ما خدمت است. فقط امیر گفتنی داریم برادر جان که مردم ما یک کم بیچاره بگوییم نگوییم یک کم دستبالشون قید است. خداوند از می بخیر کلگی را خلاص کنه. کل ما شما را. آمین. کمی یک کم مردم ما راحت تر شون. همین کاروبار یک کم خوبتر شود. مکتب پانتون کار. پانتون دیگه بیادر نمیره خواستار هستیم از خداوند بزرگ که همین مردم ما از این بیچارگی برای قربانت. سرفراز باشید. خوش آمدید مزیدار. با عزت باشید. قربانتان. بخیر باشید. نام خدا چه خوب یک سوپرمارکت اما تو پاک و سوتره در اینجا است. در اول گزارش گفتم براتون که نام خدا قدر بلند منزلای خوب، سوپرمارکت های مقبول. مقصد باران هم تیز شد، مرا خوب صحیح خونه گرفته، اما تو خونه هم گرفته که این نفر گفتم که تو موتر بخاریایش روشن کو که میریم داخل موتر. باش که من پس سعی کنم که تنها ما ماندیم همیشه تنها ما ماندیم. کلگی رفته؟ میگه کمی راست میگه والا. همی باران هم یک تعداد گریختان کلگی در خانه های خود. سلام مادر گفت صحت خوبه؟ اینه یک اینیام مونده. جور است. با تو موتر پیدا نشد چرا؟ نه خانه هم اینجاست. خانه هم اینجاست. نه شتا پت کردی خدا. رنگ جمپر تم رقم. نه تر شده. خب تر شده. چطور که ماندی خب افطار باید الله خانه ترموزه که چای سخت. دکان برآمدیم همیشه آمدیم خودت دیدیم مصلحت شد. قربان سلام. بسیار خوش شدم از دیدن. افطار کردی؟ در رنگت خوش است. بخدا. چند روزش هم میگیری یا پورا؟ نه پورا میگیرم. پورا میگیری. چند سال است؟ 17 میشه. اوه سعی زگر روا شد. 14 سالگی داشت. 14 روا ما 17 شدیم. نه ان شاء الله میگیریم. ویدیوهایت هم میبینیم به خدا. قربان صفحه تیک تاک هم فالو داریم. بیشک. خدا کم نکنه. والا بنام من بسیار تیک تاک جور شده خب مقصد گپی است که همین دوستا سوء استفاده نشه دیگه خیر است. بسیار تشکر. چیزی اشتباه داری اپی جان؟ سرفراز باشید. بسیار تشکر. با عزت باشید. ها. وقت گزارش شما تمام است. ها؟ من تشکر میکنم از تک تک شما که بیننده گزارش های افطاری ما هستیم. بسیار تشکر. ما همی یک چیزی که زیاد همی فکر ما را طرف این باران است میگیم که بتانیم حداقل هم کار بار مردم ما را به تصویر بکشیم مشکلاتشان. بیا لالا بیا. در کجا؟ حالا خب بگو بیا اینجا که ما تا اوجا بیایم. برو سعید بخیر باشید. بیا که حداقل بتانیم تصویر خوب داشته باشیم برای شما، گزارش های روز افطار خوب داشته باشیم. به هر حال من هم دیگه باید خداحافظی بکنم. تشکر از تک تک شما. قربان و محبت های همیشگیتان. روزگاکایتان بگیرین، دعاکایتان بکنین، نمازکایتان بخونین. این رمضان اگه به سالم بیاید منتها دیگه رمضان است، دیگه داد حساب کتاب است. هر رمضان که میاد جداگانه داد حساب کتاب داریم. ما یک روز رفته نیستیم از پیش ما سوال میشه. به هر حال این بود گزارش روز افطار ما از تایمنی، پروژه تایمنی سرک دوم. البته تا فردا و روز افطار روز سوم. خداحافظ.